عظما آقا جون بیدار شو، منم عظما زیدل رهبر الدنگ. باشو دیگه. ها چی شده؟ فتنه شده؟ اغتشاشه؟ کی رو جر دادن؟ کجا رو آتیش زدن؟ بابا منم قاسم پاره پارت. ای جانم قاسم تویی؟ میرزا قاسمی کی بودی تو؟ کجایی هیولا؟ تو مگه نترکیدی؟ ای بابا دست رو دلم نذار، اینجا هر روز دارم میترکم، ترک پارتی اینجا. قاسم نمیدونی چه مراسمی برات گرفتیم؟ خفه بمیر بابا، چنگیز و هیتلر هر روز دارن مسخرم میکنم، میگن تنها کسی که تو تاریخ برای انتقامش یک دشمن کشته نشد ولی 70 تا خودی کشته شد، اونم از هواپیمای اوکراینی و گلابکاری حاجی زاده. ای بابا قاسم جان این چیزا پیش میاد، خطای انسانی بود. جلو قاسم و ملق بازی اینجا که نماز جمعه نیست برا ما میبندی. راستی چی بود هی میگفتی جنگ نمیشه و دشمنیش غلطی نمیتونه بکنه؟ خرمون کردی؟ ما به حساب همین حرف بیخیال همینطوری اومدیم عراق. آخه احمق، من این حرفا رو برای گاوگوساله های ریزشی سپاه و بسیج گفتم که روحیه بگیرن. تو چرا باورت شد؟ آره اروا احمد، حالا از اینا گذشته، این یابو علفی کیه که گذاشتیش جای ما؟ تریپش مثل اورانگوتانه. ندارم قاسم جان، چی کار کنم؟ ندارم. من دیگه بی قاسم شدم. کجایی که ببینی عراقم داره میره، لبنانم داره میره، همه جام داره میره. خودت هم باید راهی شیازی، بیا اینجا با امام 3 نفری تو جیگرکی کار میکنیم. جیگرکی؟ بیزنس جدید رو انداختید؟ جیگر سیخ میزنید؟ نه بابا، ما رو سیخ میزنن. ای وای ای وای. ای بابا تو هم که همش آبغوره میگیری. اومدیم خونه عظما دلمون واشه، عظما پکید دلمون پوسید. بخواب با ما هم بریم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم.